أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون. خبر داغ داریم رهبر سازمان سیاسی گروه 24 روز 5 مارس سال 2015 در منطقه اکثره شهر استانبول جمهوری ترکیه از جانب امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قاتلان امنیت ملی جمهوری تاجیکستان هم زیر حمله قرار گرفته و در جای حادثه به هلاکت میرسد. حکومت رحمانوف ده مرتبه از این کشور درخواست استرداد عمرعلی قواتوف را کرده است و در هیچ یکی از آنها نایل نگشت و حتی ما شاهد آن بودیم که زیاده از 25 میلیون دلار در دبی در متحده امارات عرب مصرف کردند و در مقصدهای خود ناکام گشتند و دیگر کشورها هم چنین درخواست روان کردند و ناکام گشتند و رحمانوف دیگر برای خود هیچ چاره نیافت و دست به قتل و کشتار عمرعلی قواتوف زد و به همگان معلوم است که حکومتی که از روز اول در قتل و کشتار و غارت مردم دست داشت و تا امروز دست نبرداشته است و کوشش ادامه چنین بی‌عدالتی و بی‌نظمی بی‌قانونی ها در کشور ادامه دادنی است و این بیرقی که عمرعلی قواتوف بهر برهم زدن حکومت دیکتاتوری و حکومت اولادی رحمانوف برداشته بود در دل هر یک مردی تاجیکستان، در دل هر یک فرزندان این ملت جای گذاشته است. این بیرقی که عمرعلی قواتوف برداشت، این بیرق در دل هر یک مردی مسلمان، در دل هر یک چروان چی است؟ آرزو است که این بیرق بردارد. ما امروز اگر که عمرعلی قواتوف ما را ترک کردن و از بین ما رفتن، آرزوهای عمرعلی قواتوف، مقصدهای نیکی عمرعلی قواتوف، ایدئولوژی عمرعلی قواتوف در دل تمام شاگردانش، در پیروانش، در دل طرفدارانش چی است؟ ایستاده است و دوباره برای مبارزه طرفداران عمرعلی قواتوف در این راه زیاد شده. ایدئولوژی عمرعلی قواتوف را در این راه مستحکم کرده که حکومت را هر چی زودتر ما باید چیکار کنیم؟ حکومت دیکتاتوری از بین برده شود. اون مقصدهایی که عمرعلی قواتوف گذاشت، اون آرزوهایی که عمرعلی قواتوف گذاشت، حتما ما آنها را پیاده خواهیم ساخت. ما حتما برای برهم زدن حکومت دیکتاتوری رحمانوف جان خود فدا خواهیم کرد. عمرعلی قواتوف امروز جان خود فدا کردند. آنها آماده بودند، از روز اول میگفتند که من آمادم برای بهبود ساختن مردم، برای وضع شرایط زندگی مردم، من آمادم که قربان شوم، من آمادم که قربان شوم تا دیگران زندگی بهبود برسند. این پیامد بسیار پیامد بدی دارد. به رحمانوف خیلی و خیلی پیامد بد خواهد داشت و این آخران به سرزدن انقلاب است. آخران چی است؟ قدم رحمانوف بود. دیگر رحمانوف هیچ چی نداره، مقدسات نداره. رحمانوف حتما داند، حتما فهمد که رحمانوف یک شخص عادی را نکشت، یک شخص فرهنگی را کشت، یک شخص دانشمند را کشت، یک شخص آزادی خواه را کشت، یک شخصی که برای عدالت، برای مردم تاجیکستان، برای بهبود ساختن مردم تاجیکستان تلاش می‌ورزیده. یک شخص سیاسی را کشت و حتما امروز هر تهمتنامه هایی که بر سر این یا آن گروه می‌بندند، همه مردم می‌دانند. همه مردم می‌دانند که این قتل از جانب حکومت رحمانوف به انجام رسیده است. همه مردم می‌دانند، همه می‌فهمند و این را ما
همین طور نخواهیم بگذاشت. این بیرق عمرعلی قوت رو ما تا اون آرزوهایی کرد تا اون آرزوها میرسانیم، تا اون مقصدهایی که عمرعلی قوت رو گذاشت تا اون مقصدها میرسید. امروز عمرعلی قوت گرچنده که پدرود گفتن این دنیا را به خاطر آزادی مردم، به خاطر آزادی این ملت، این همه امتحان است و هزاران نفر را عمرعلی قوت گذاشت، هزاران نفر را در دل هزار نفر این امید آرزو را، این آزادی را کاشت. پسان خود رفتن، پدرود گفتن، به خاطر آزادی پدرود گفتن، شهید شدن، مجاهد راه حق بودن، شهید شدن. خداوند همه ما و شما دعا کنیم که برادری ما و شما را سربلندی در اون دنیا، پیروزی، شهید راه حق بگردانند. گرچنده که امروز عمرعلی قوت و این را ندید، آرزوهایش خواهد دید. اون تخمه که در دل هر یک شهروند کاشت، اون تخمها، اون درختها خواهد سر برآورد. هیچ یک حکومت دیکتاتوری این طور نبوده است و نخواهد ماند. همه اینها می روند پشت هم، گپ موقتی است. ما تمامی استراتژی منبعده خود برای مستحکم بازم گرداندن و برای باز هم زیادتر مبارزه بودن در مقابل این حکومت بیناموس، در حکومت تروریست خواهیم روی دست آورد. و الان ما هم استراتژی مهم را داریم. ما هم ایدئولوژی که امروز عمرعلی قوت پیش ما گذاشته است، این حتما ما در تاجیکستان پیاده میسازیم. حتما ما اینا در تاجیکستان پیاده خواهیم ساخت. و حکومت رحمانوف دوباره با چنین جنایت‌هایش تصدیق کرد که عمرعلی قوت گرچه رحمانوف را تروریست گفت، رحمانوف را اکستریمیست گفت، رحمانوف را دوست گفت، قنچور گفت، فاجعه گفت، هر چیزی که گفت عمرعلی قوت درست گفتن. چون این یک حکومت رحمانوف در واقعیت داریم. برای همین دوستان عزیز، دوستان گرامی، این همه امتحان است. منم آماده هستم که برای آزادی تمام شما قربان شوم. شاید این لحظه با شما باشم، شاید لحظه دیگر نباشم. تا آن لحظه ای که هستم این شعله را، این امید، آرزوی به حق رسیدن، به آزادی رسیدن مردم تاجیکستان کوشش و تلاش خواهم کرد. تمام زندگی خود در این راه صرف خواهم کرد تا مردم آزاد شوند، تا این ملت از این اژدهایان آزاد شوند. تمامی کوشش‌های خود سفربر خواهم کرد. و من بعد این خطاب به حکومت رحمانوف است که با این عملتان دوباره پیش مردم شرمسار و به آبرو به عزت گشتید. دوباره تصدیق کردید که شما مالی مردک را دزدیدید. در راه آزادی مردانوار با اون صحبت نکردید، مردانوار با اون رفتار نکردید. شما دشمنی نامرد هستید رحمانوف. مردم عزیز تاجیکستان، وقتی که یک مرد را در بین ما و شما میبراند خداوند، باید ما این ارزش میکردیم، باید ما این قدر اینه میدانستیم. وقتی که این شخص را از بین ما برد، یک شخصی فرهنگی را، یک شخصی که برای عدالت مردم مبارزه میبود، از این شما اگر ناشکری کردید، بیایید برادران، امروز هر لحظه ما و شما امکان داریم.
امروز صدها عمر علی هست، صدها شراف‌الدین است، صدها داداجان است، صدها کبیری و دیگر برادرها هستند. هزاران آدم ها هستند که برای آزادی این کشور مبارزه خواهند کرد، برای بهبود بخشیدن وضع مردم مبارزه خواهند بود. ما تمامی کوشش های خود انجام خواهیم داد و در روزهای نزدیک تمامی برنامه های خود مطرح میکنیم و دوره به دوره در روزهای نزدیک مردم تاجیکستان به یک انقلابی که چگونه که رحمان نوف بر مقابل مخالفان خود استفاده میبرد، ما هم یک انقلابی که با مثل خودش آموده میخواهیم ساخت، با مثل خودش مبارزه خواهیم بود. دیگر با تمغه های اکستریمیست، با تمغه های احمد فلان و بهمدان ما شاید نسیم سرخم کننده نیستیم. امروز جامعه جهانی با این عملهای شما تصدیق کرد که شما خود حکومت رحمانوف اکستریمیست است، خود حکومت رحمانوف تروریست است، قتلگر است، غارتگر است. قتل یک انسان برابر است با قتل تمام انسان ها. شما امروز یک نفر را قتل کردید، این برابر است با تمام قتل انسان ها. شما که صدها هزار نفر به قتل رساندید به خاطر کرسی، به خاطر مقصدهای اهریمنانه خود. از همه شما خواهش میکنم که در حق برادر عمر علی قوتوف دعای خیر کنید. انشاءالله ایشان از ما راضی باشند و ایشان در راهی که مبارزه بودند برای آزادی ملت، برای سربلندی و خوشنودی ملت بود و همه وقت آرزوی عمر علی قوتوف همین بود که من در راه مبارزه جان دهم برای آزادی. گرچند که امروز عمر علی قوتوف نتوانست به مقصدهای خود با چشمای خود ببیند، آرزو، هوس و چیزی که عمر علی داشت برای مردم اینو به مردم میرسانیم و تمام شرایط را برای مردم تاجیکستان فراهم خواهیم آورد. ما کادرهای بهترین داریم، نسل‌های بهترین جوان داریم در اطراف ما و برای آموده انقلاب یک مستحکم آموده هم هستیم و انشاءالله در روزهای نزدیک برای انقلابی بعده نقشه های خود پیش ما مطرح خواهیم کرد. در حق برادر عمر علی قوتوف دعا کنیم. خداوند نگهبانش.